بسیار زیاد خوش آمدید در قدم نخست مقام نایب قهرمانی باشگاه. انشاءالله رحمان آنچه که لازم بود در آشنایی داشتن با فوتبال افغانستان همیشه باید از این فرصت‌ها بسیار با حد عظیمی شما باید استفاده بکنید. امروز به ایراد دستاورد با این شما با افغانستان دستاورد داشته باشیم که تیم‌های ما شما برن به بیرون بازی بکنن. اینا زحمت می‌طلبه. کسایی که امروز با قله‌های ترقی رسیدم اونا زحمت کشیدم، مفته به دست نوردم، زحمت کشیدم. جا داره که شما این فرصت بسیار خوبی به دست آمده، دوستا زحمت بکشیم، کار بکنیم، عرق بریزین ان شاءالله که بتونیم هم خود شما موفق شید و هم جامعه و مردم خود به افتخار برسانیم. امروز بحث افتخار است. ببینید که امروز با شما ایراتی‌های ما شما این الحمدلله ببینید که هم جام قهرمانی را آوردن به ایرات و هم نایب قهرمانی را به ایرات آوردن در سطح افغانستان. این بحث افتخار است برای مردم ایرات. این زحمت کشیدن، مفته به دست نآوردن. شما زحمت کشیدین، گروه زحمت کشید خود به دست آوردید. جا داره از تک تک از این بچه‌ای که واقعیت دیروز بیزی دیروز بیزی اول آخر بود میگه بکنم. حالا بیزیا دیگه نمیدونم من بیزی دیروز واقعیت گرم بود. میشه کنگو بشه بیزی کرد. اینا بتونستم بیزی کنم و تلاش کردم. یعنی مو خیلی من هر چیزی که تشکری کنم هر اندازه بازم به دست آوردم. تشکر از همگی شما دوستانی که اومدین. بدون شک همت بلند، پشتکار و روحیه ورزشکاری شما الگوی ارزشمند برای جوانان و نوجوانان این کشور خواهد بود و امیدواریم در سایه الطاف الهی و با اتکا به توانمندی‌های خود شاهد افتخارات و روزافزون شما در میادین مختلف ورزشی باشیم. با حرمت و احترام با آرزوی موفقیت‌های روزافزون شما، هیئت رهبری، ریاست و کارمندان سازمان خافی. مجال به تشکر بکنم از تک تک کسانی که ما یک کامنت هم دادم، یک لایک هم زدم. اسم بار اگه برم وقت میگیرم، بچه‌ام خسته‌ام، شما زحمت کشیدیم، قدم رنج کردیم. وقتی ما اومدیم میدون نوایی، اومد قلب میخوایم بیشتر تلاش کنیم، زحمت بکشیم. ان شاءالله سال قبل بودیم اگر ما همینجوری بودیم و بچه‌ها همینجوری بودن، همین کادر فعلا همینجوری بود، از تمام انرژی که داریم بیشتر از اون هم خدمت تیم بگذاریم. تشکر یک جان. سلام علیکم.